الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگارا، صاحب اسلام تو هستی، پشتبان بندگان موحد و با ایمان تو هستی. خدایا عاجزانه دعا میکنیم ما را بر این دین اسلام تا لحظه های آخر حیات خود استوار بدار. خدایا هرگز بندگان موحده مبتلا با وسوسه های شیطانی مگردان و از اسلام عزیز اونها را جدا نگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظیم. این آیه های مبارکه از سوره انعام است که پروردگار
کرامت و بزرگی که به خلیل خود ابراهیم علی نبینا و علیه السلام داد برای ما و شما بیان می سازد. ابراهیم کی بود و کی و در کجا تولد شد؟ مورخای قائل میکنند که در شهر بابل پادشاهی بود به نام نمرود که این عرب ها نمروز میگویند بذال، و این پادشاه در اول خیلی با عدالت بود، نسبت به خلق خود غمخوار بود و فریادرس بود. بعد از آنکه حکومت او طولانی شد، بعد از آنکه پادشاهی او دور و دراز شد، یک بار غرور و تکبر و نخوت در او پیدا گشت و در آخر خودش برای اهالی مملکت خود خدا اعلان کرد، داهی اعلان کرد و سپارش داد که مجسمه او را بسازند، هیکل او را تیار کنند، در شهرهای کلان در میدانها گذارند و هیکلچه های خرد هم بسازند و هر یک شخص در خانه خود آن هیکلچه را گذارد و هر روز یک بار نزد این هیکل تعظیم کند و بر خدایی او بنده بودن خدا اظهار کند. خوب این عادت همه شاهان متکبر است که ما خود امروز هم شاهد این هستیم که میبینیم چگونه با غرور سلطنت و پادشاهی حتی خداشان داهی اعلان میکنند. به خاطر این پدر ابراهیم که آذر نام داشت، با قول صحیح که بعضی مورخان او را عمکیش میگویند، از خدمتگاران و از بت تراشان، اگر به اصطلاح امروز گوییم از هیکل تراشان بود. یعنی از جمله کسانی بود که هیکل می تراشید از سنگ و چوب. این مجسمه نمروز می تراشید، مجسمه معبودهای باطل خودش می تراشید و یک قسم او را می فروخت، از حساب او زندگانی می کرد و یک قسم او را در میدانها نصب می کرد برای عبادت. وقتی که نشانه های خداپرستی بالکلیه از بین رفت و بندگان خدا راهی به سوی خدا می بردگی راه ها را فراموش کردند، گم کردند، پروردگار در این وقت برای نجات بندگانش از دست این ظالم و برای خلاص کردن بندگانش از عبادتی بتها و هیکلها پیغمبر را باید فرستاد که این سنت الهی بود. انا در همین وقت قضای الهی برای به عالم آمدن یکی از پیغمبران مرسل خود ابراهیم صادر شد. فرمان او یکی از شبها نمرود در خواب دید، بالای تخت ناز خواب بود
بالای تختی که چوبهاش از طلا زینت داده شدگی بود، با راحت خواب بود. یک خواب دهشتناک واهمناک دید. خواب چی بود؟ در خواب دید یک قشقاری خیلی با هیبت، یک قشقاری کلان با سیاست به سوی او حمله کرد و با شاخ خود آمد، تخت شاهی او را سرنگون کرد. نمرود با دهشت از خواب بیدار شد. عادتا پادشاه ها خیلی ترسانچک می شوند، این مبادا حکومت با از دست نرود. واهمه زیرش کرد. زود فردا مجلسی حکومت دعوت کرد و همه وزیران خود و همه منجما و معبرای خود فیراد کرد، کسانی که آیدک خور بودند. خواب دیدگی خود در میان گذاشت. خب منجما که خیلی دانا بودند در آن زمان، خوب شاید این از اسرائیلیات باشد، اما اکثر مفسرها این آوردیند، از شنیدن خواب نمرود زود اعلان کردند که شاه هم گفتند به این زودی در مملکتی تو یک فرزند از مادر به دنیا می آید که او این شاهی تو را، پادشاهی تو را سرنگون می کند و این دینی تو را و این خدایی تو را از بین می برد و دینی دیگر در این جامعه می آرد. شکستن تخت تو تعبیرش از بین رفتن پادشاهی و حکومتی توست. بنابر نمرود چگونه که خود شب هیبت زده بود، واهمه زیر کرده بود، از تعبیر این خواب شنیدن یک باره غمناک شد. یک باره دهشت فراش گرفت. چی کار کرد؟ چی باید کرد؟ علاج واقعه پیشتر از وقوع کرد. بنابر معبرا و منجما را گفت که هر قدر که میخواهی ثروت دنیا من به شما میتیم، شما کار کنه که پیش راه این حادثه را گیرید. منجما گفتند علاج کار همین است که همین سال چقدر فرزندی پسر که از مادر تولد می شود، شما از همین روز سر کرده سپارش دید هر فرزندی پسری که تولد می شود کشد و هر مادری که حامل دار است روی خط گیرید. خوب پادشاه است، برای دیگر چیز فرمان صادر کرد. فرمان در تلویزیون و رادیو و گزیته ها برآوردند. دیگر کی میتواند اعتراض کند؟ همون سال میگوید مورخا 100,000 طفل که نوزاده سر زدند، به خاطری که ابراهیم، به خاطری که همین طفلی وعده شده از بین رود. شاعرم میگوید 100,000 طفل سر ببریده شد، 100,000 طفل سر ببریده شد تا خلیل الله صاحب زنده شد. پروردگار میگه من برای خلیل خود محافظت کردن 100,000 طفل از بحرش گذشته و اما خلیل خود در بین اونها زنده نگاه داشتم. یعنی خدا که خواهد همه در پیش او عاجزند. خوب اکن واقعای زیادی در اینجا هست، شاید از اونها ما صرف نظر میکنیم به خاطر شاید از اسرائیلیاتن اکثر اونها. خلاصه کلام، مادر حضرت ابراهیم خانم آذر که خود مصلحتچی پادشاه بود و خود هیکل تراش پادشاه بود، نمروز میگد حامل دار شد. به خاطر آنکه
حملش آشکار نشود، مادر حضرت ابراهیم خیلی عیال بزبله بودند، با تن و توش بودند. از این سبب وقتی که لباس کشاد که می پوشیدن حامل دارش در نظر نمی تافت. آذر که خود مسئول پادشاه بود، وظیفه‌دار پادشاه بود، بنابر همین او کمیسیه هایی که پادشاه تشکیل کرده بود به خانه آذر نمی در آمدن، به خاطر آنکه خود این اعضای حکومت پادشاه بود. خوب مادر ابراهیم وقتی تولد کردنش فرا رسید با قضای الهی، رفت یک غار، بعضی مورخا میگن در همون حولی خود یک تهخانه کند و در وقت نبودن شوهرش بالای تهخانه رو پوشان محکم کرد و داخل او رو تولد کرد. بعضی میگن که از شهر بیرون رفت و یک کوه در یک غار فرزند خدا ابراهیم تولد کرد. خوب به هر حال خلیل خدا ابراهیم از مادر به دنیا آمدن. مادر ابراهیم او رو شستشو کرد، تازه کرد و لباساش پیچاند و در همون غار موند، سینش داد، دهن غار محکم کرد، به خانه آمد. در بین چند روز گذشت، دلش طاقت نمی کرد، مادر بود، می رفت برای خبر گرفتنی طفلک نوزاد خود. خیال میکرد که در این 3 روز شاید مرده است از گرسنگی، شاید او یگان حیوانی درنده خورده است. اما میرفت ابراهیم با همون صورت زیبای خود، انگشت در دهان مکیدی ایستاده است، دید که از انگشت او چشمه شیر برآمده ایستاده است. مادر ابراهیم دانست که این فرزند او ضایع نمی شود. به هر حال مورخان میگن حضرت ابراهیم 3 سال در غار ایستاد که عادتا در این 3 سال مانندی بچه 7 ساله 8 ساله باری بزبله شد. مادر روز خبرگیری رفت، غار تاریکی بود. با مادر 6 تا صحبت کرد. حضرت ابراهیم گفت مادر جان، دنیا همش همین است، همین جای تنگ و تاریک، دیگر عالمی نیست؟ که مادرش گفت بچم، عالمی بیکنار است، عالمی دیگری هست در بیرون، اما من تو را از خوف دشمنا که قصد کشتنی تو دارن در اینجا من تو را پنهان کردم. و باشد دنیای دیگری هست در بیرون. ابراهیم گفت مادر جان، منو به بیرون برار من ببینم. اگر شب بود، بعد از شام بود، ستاره ها برآمده ایستاده بودن. مادر حضرت ابراهیم پسرچه نور چشم خود بیرون برآورد. وقتی که در بیرون آسمان بیکنار دید و زمینی کشاده دید، یک بار چشمش به ستاره ها افتاد که در فضا روشنایی داد ایستادیان. گفت مادر، خدای من کیست؟ مادر گفت خدای تو رو من تولد کردم، من تربیت کردم. باز پرسید که خدای تو کیست؟ گفت خدای من پدری توست که منو تربیت میکند. باز پرسید خدای پدرم کیست؟ گفت خدای پدرت پادشاه بزرگ ما نمرود است که وی خدای بزرگ است، از وی بزرگتر دیگر کسی نیست. ابراهیم چیزی نگفت در قرطبی هم. ثانی باز به مادر رو آورد، گفت مادر من خوشرو هستم یا تو؟ مادر گفت که تو جان من خوشرو هستی. گفت مادر تو زیبا هستی یا پدرم؟ گفت که من زیبا هستم.
گفت پدری من خوشرو است یا پادشاه نمرود خدای او؟ گفت که پدری تو زیباست. حضرت مادر ابراهیم گفتن مادر گفتن چطور می شود که خدا ساخته خودش از خودش زیباتر سازد؟ وقتی که نمرود خدا باشد برای چی از خودش خوشروتر مخلوق ساخته است؟ نباید از وی خوشروتر کسی باشد. اگر تو خدای من باشی چگونه من از تو خوشروتر میشم؟ مادر گفت هیچ کدامی تو پدری من یا نمرود خدا نیستید شما. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. مادر میگه حیران شد در جواب این طفلک چی گفتن شنید آمیز. حضرت ابراهیم خدا میگه ما در خردسالی همه ملکوت آسمان و زمین نشان دادیم. ابراهیم علیه السلام با چشم باطن همه 7 آسمان و عرش و کرسی را میدید و همه زمین و آن چیزی که در داخل زمین بود میدید. لیکون من الموقنین. خدا میگه ما به او اینها را نشان دادیم، این نشانه قدرت خدا، تا ابراهیم از جمله موقنها باشد، از جمله بندگانی یقین کننده به وحدانیت خدا باشد. در آن زمان که ستاره پرستی هم مشهور بود، ستاره ها را که احترام میکردن مقدس میدانستند، حضرت ابراهیم چشم به آسمان کرد، گفت همه ستارگانی که روشنایی دادیستادیند به گمان شما خدای من امین است؟ وقتی که اندک زمان صبح روشن شد ستاره ها رو دید که غایب می شود، گفت که نه، این ستاره که غایب می شود دستخوش فناست، وای خدا نیست. من دوست نمی دارم هر چیزی را که او از بین می رود یا تبدیل می یابد یا نابود می شود، من او را دوست نمی دارم، وای به خدایی لایق نیست. انی لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغا، باز ماهتاب دید که روشن، شب 14 روشنایی او از روشنایی ستاره ها دیده زایدتر، شعله‌ورتر. گفت شاید خدا این باشد به گمان شما. حضرت ابراهیم میدانست که خدا مقصد ابراهیم مظلم کردن مادرش بود. به گمان شما گفت خدای من همین ماهتابه، خوب این باشه همین پرستش بکنم. قریب صبح دید که ماهتاب هم رفته ایستاده است، نابود شد. گفت که نه، اینم خدا نیست. فلما افل، وقتی که ماهتاب هم شیشت، باز تاریکی عالم فرا گرفت، حضرت چی گفتن؟ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر پروردگار من هدایت نمی کرد، من هم مانند شما از جمله گمراهان بشدم. نخواد که آدمی با عقل چیزی که او فناپذیر است، چیزی که او تغییر پذیر است، او را برای خود معبود قرار دهد، او را برای خود اله قرار دهد. نه ستاره نه ماهتابش کدامش گفت خدا نیست. صبح روشن شد، یک باره از پس کوه آفتاب برآمد. روشنایی آفتاب آنچنان باز زایدتر که این ماه و ستاره همه در زیر روشنایی و نابود شده بود رفتند. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. آفتاب دید که بسیار روشناییش هم زاید، جرمش هم کلان، گرمیش هم زیاد. ابراهیم گفتن شاید به گمان شما خدای بزرگ همین آفتاب باشد، همین خدا باشد که اون آفتاب پرستش او میکنن. این خیلی خدای بزرگ است. گفت که گرمی دارد، عالم تاریک روشن ساخت. قریب غروب دید که آفتاب هم رفته ایستاده است، نابود شد. برای سرزنش آفتاب پرستا حضرت من گفتم آخر این خدا هم نابود شد که اینم
سیاه شده رفت کو. حضرت اینی بری، من بیزار هستم از او معبودهای باطله که شما دارید، مانند ستاره و ماهتاب و آفتاب یا مانند نمرود. از این معبودهای باطل شما من بیزار هستم. من هرگز از جمله مشرک ها نیستم. من با همه هستی خود متوجه به سوی خدای هستم که آفریدگار آسمان و زمین است. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. من از این معبودهای باطل شما بیزارم. من موحدم، خدا پرستم، آفریدگار آسمان و زمین پرستش میکنم. و انا اول المسلمین، اول کسی که در بین شما با وحدانیت خدا ایمان دارم این من هستم. مادر زار دست ابراهیم گرفت و به خانه آورد. در خانه آزار نشسته بود. وقتی که ابراهیم دید با آن زیبایی، با آن شیرینی، گفت که این کیست؟ مادرش گفت که آزار گفت این فرزند من است، فرزند توست. این کجا بود؟ گفت که از ترس آن که او را نکشد من او را در غار تولد کردم و در آنجا نشأ و نما یافت، اکنون آوردم. وقتی که آزار زیبایی ابراهیم دید، پروردگار دلی آزار در محبت حضرت ابراهیم پیدا کرد. او قصد بده که برای کشتن او داشت، چگونه که دیگر کودکان میکشتند، از دلش دور شد. محبت ابراهیم در دل آزر پیدا شد. آزر در پهلو شنان، در آغوشش گرفت، با ملایمی به او صحبت میکرد. همون سوالات را که ابراهیم به مادر داده بود درباره وحدانیت خدا به پدرش داد. پدرش هم همون جوابی مادر گفت که حضرت ابراهیم گفت آخر که وقتی که خدای تو نمرود باشد، خدای نمرود کیست؟ اویم مخلوق از مانند تو گفتگی. پدرش طاقت نکرد و یک شب پاتی در روی حضرت ابراهیم زد که تو این گپ نزن، اگر نمرود فهمد همه ما نابود میکند. حضرت ابراهیم سرزنش کرد و کاهش کرد. خب به هر حال گاها ابراهیم زاره میکرد، گاها هدیه ها میداد، گاها سیاستش میکرد که نسبت به خدایی نمرود چیزی نگوید. ابراهیم میگوید 17 ساله شد، بعض روایت 15 ساله شد. سرزنش کردن او بتها را در کوچه ها آوازه شد، در هر کجا بتها را سرزنش میکرد. هیکل نمرود بود، میزد میشکست، آوازه شد. بعضی مورخان میگویند آزر که خود بت تراش بود، گاها بت میتراشید، بچه هاش میداد که بازار برده فروشه، از پول زندگانی خود کنیتان. حضرت ابراهیم دو برادر دیگر هم داشتن، مورخان میگویند غیری خودشان. اما حضرت ابراهیم قبول نمیکرد. هر قدر هیکل زیبا پدرش میتراخت، او را تمسخر میکرد، او را تحقیر میکرد، اشنا میداد. خب آخر بسیار بار زارش کرد که تو یک بار بازار بر، او را فروش، پولش بگیر، تو این کرسان میشی از این. خب به خاطر خوشنودی پدرش گفت که مایلش یک هیکل زیبایی نمرود ساخت و ثانی بعد دست ابراهیم داد که بازار بر فروش. حضرت ابراهیم از در خانه بیرون شدن و یک بنده که در گردن نمرود بستن و به زمین بکشال کنان، در کوچه ها گشتن گرفتن در الله شایدن. خبر به نمرود رفت که یک جوان برآمده است، بسیار هیکل شما را تحقیر کرد و این هیکل تراشا و این بتها را، این معبودهایی که پرستش میکنن اهالی مملکتی، تو اونها را تحقیر دارد.
نمیدونیم او چه جوان است. بنابر همین ابراهیم فرمان داد که روید، نمرود فرمان داد که روید ابراهیم گیرید بیارید. بعض روایات مورخان میگن که آذر خود پیشکی رفته پادشاه خبر داد که من یک پسر دارم، من خیال میکردم که او خدمتگار شما میشود، اما میبینم بسیار هیکل های شما رو به احترامی میکند، بت های ما رو سرزنش و تحقیر میکند. من خیال میکنم که همون کودکی که ملک شما رو برهم بزنیم بچه من رو باشد. بنابر من شما رو پیشکی خبر میدیم، مبادا پسان از من خفه نشوید. آذر خودش درگاه پادشاه رو نزدیک آدم بود. خب نمرود گفت بیارید ابراهیم. حضرت ابراهیم جوانه که هم وقت 17 ساله بود، شاید 15 ساله بود، خدا داناتر است، بردن دربار نمرود. نمرود با همون عظمت شاهانه بالای تخت نشستگی بود. مورخان میگن 400 سال نمرود پادشاهی کرد. در این 400 سال پادشاهی یک بار سردردم نشده بود. بالای تخت شاهانه نشستگی، هیبت و دبدبش، قصر هم طلاکاری. ابراهیم از در آمد، ماننده که دیگرها پیش نمرود تعظیم میکردن، زمین سجده میکردن. پیش از واخری حضرت ابراهیم راست رفت و قامت خودش خم نکرد، سلام کرد اما تعظیم نکرد، نظرش هم نگرفت که این کیست. نمرود گفت ابراهیم تو جوانی خیلی زیبا بودی، برای چی مانند دیگران در نزد من تعظیم نمیکنی؟ من خدای تو هستم. حضرت ابراهیم در جواب گفتن نه تو خدا نیستی، من تعظیم و سجده در نزد آن ذاته میکنم که آفریدگار آسمان و زمین است. من تعظیم در نزد آن خدای میکنم که من آفریده است، تو را آفریده است، تو خدا نیستی. در جمله اول حضرت ابراهیم رد کرد نمرود دعوای خدایش. نمرود گفت آخر تو خدایی که دعوت میکنی ما را به سوی او، چگونه خداست کنی؟ برای من یگان دلیل برای اثباتش بیار. وزیرا هم اشتگی هستند. حضرت ابراهیم قرآن در پروردگار در سوره بقره این مناظره را کوتاهک بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم برای وجود خدا دلیل طلب کرد. حضرت ابراهیم گفت ای نمرود، خدای من همون ذات است که یحیی و یمیت، زنده میگرداند، در هیچ جا نبود پیدا کرد و حیات بخشید و باز میمیراند، باز نابود میگرداند. قال ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود این شنید گفت همین قدر کار است؟ خدای تو همین هنر دارد؟
این کار من میکنم. گفت فرمان داد از حبسخانه 2 اسیر آوردن، یکی را سر برید، یکیش گفت آزاد برو خانه. گفت دیدی من اینش زنده کردم، سر دادم خانهش رفت، من اینش کشتم میراندم، همین زنده کردن و میراندن منم میدانم. حضرت ابراهیم فهمیدن که این احمق است. زنده گردانیدن این نیست. زنده گردانیدن چیزی رو میگن که در هیچ جا نبود، عدم بود، او رو به وجود آورد و روح بخشید. او خود زنده است، زنده رفته ایستاده است. این میرانیدن همون میگن که به یگان سبب، به یگان کار او رو خود از خود میمیرد. این مردن میرانیدن میگن، نه اینکه کشتن. حضرت ابراهیم فهمید که احمق است. این حالا میرانیدن از زنده گردانیدن فرقش نمیرد. بنابر همین نگفتش که این کاری تو زنده گردانیدن و میرانیدن نیست، زیرا که ابراهیم میدانست که اگر گویدم این از غرور و تکبر پادشاهی قبول نمیکند، میگوید همین است. گپی من تغریست، من دکیالی میگویم. حضرت ابراهیم برای ملزم کردنش دلیل دیگر آورد. چه گفت؟ خدای من همون ذات است که آفتاب هر روز از مشرق میبرارد و در مغرب طلوع غروب میکناند. که تو اگر خدا باشی آفتاب از مغرب گردانده عقیب بیار. حضرت ابراهیم گفت یعنی این فضا، این کائنات با همه ستارگاش، آفتاب و مهتابش مخلوق خدای من است. گفت پروردگار من است که اینها را در حرکت می درآورد، هر روز در یک خط در یک مدار حرکت میکند. کنی از دستت بیاد او را من کن. گفت فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، هر روز خدای من آفتاب رو میبرارد، اون طرف برده میشناند. فأتی بها من المغرب، خوب که تام خدا باشی، تام کشتو زنده کرده تانی، کنی آفتاب از مغرب گردان عقب برار. حضرت ابراهیم این سخن گفته بود که یک بار هوشی نمرود از سرش کند. او دانست که عاجز است. فبهت الذی کفر. قرآن میگوید حیران شد این بدبخت کافر، حیران شد در جواب ابراهیم، دیگر نتانست چیزی گوید. مفسرین کرام میگن پروردگار جبرئیل امین گفت که ای جبرئیل رو به خلیل من ابراهیم گو اگر مباداد نمرود از او طلب کند که کنی خدا تو گو آفتاب از مغرب عقب گرداند. پروردگار میدانست به علم قدیم خود که این گپ نمیزند، اما رو به خلیل من گو که آفتاب من در اختیار او دادم، اگر نمرود طلب کند امر کند آفتاب از مغرب عقب میگردد. اما عقل او لعین به این نگرفت، رکو مخلوق بود، ضعیف بود. نمرود به آذر رو آورد، گفت آذر من میبینم این پسر تو حالا جوان است، حالا این عقلش به کمال نرسیده است، من با این بزرگی و عظمتیم به این کودک سر به سر شدن به خود لایق نمیبینم. شاید از روی بیعقلیش است این گپ‌ها رو زد ایستاده است. بر او رو خواند، گفت تربیت کن، او رو نصیحت کن، او رو فهمان به این گپ‌ها فریفته نشود، از این سرزنش بت‌ها و از این سرزنش ما باز ایستد، او رو سیاست کن، ترسان، اگر که اصلاح نشد ثانی او رو به من جزا می‌دهم. حضرت ابراهیم به خانه آمد. آذر پدرش بود، گاه شبها میشیشتن به یکدیگر مناظره میکردن. آذر کوشش میکرد ابراهیم از این راهش بازگرداند. او بیخبر بود که ابراهیم پیغمبر خداست. او نمیدانست که قرآن در حق ابراهیم گفته است ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین.
ما ابراهیم پیش از آن که به سن بلوغ رسد هدایت کرده بودیم، به راه خداپرستی راهنمایی کرده بودیم، نبوت و پیغمبری داده بودیم و ما میدانستیم که ابراهیم به این اهل است، به این سزاوار است، به این لایق است. آذر از این خبر نداشت، بنابر گاها مناظره میکرد، گاها بتهاش در پیش ابراهیم تعریف میکرد، اونها را تعظیم میکرد. یک روز ابراهیم هر دو شقتی آتش شیناند و آخرین مناظره و گفتگویی که با پدر کرد بعد از هوای دیگر قهری شد. این است که در سوره مریم خدا برای ما و شما بیان میکند. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ای پیغمبر بیاد آر و بخوان در قرآن برای امت سرگذشتی پیغمبر بزرگوار من ابراهیم را. ابراهیم از جمله پیغمبرانی بود که راست قول بود، راست گفتار بود و از جمله پیغمبرانی برگزیده بود. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بابا پدرش گفت بابا از این هیکل هایی که خود به دست خود می تراشی، خود او را تعظیم و سجده میکنی، چی فایده میگیری؟ لما تعبدو، چو عبادت میکنی این هیکلی بیجانه که نه سخنی تو را میشنود، نه داد زاری و فریادی تو را میشنود، نه حالی تو را میبیند، نه از تو یگان ضرر و زیان را دفع میکند. آخر این خود محتاج یاری است. چون اینو پرستش میکنی، چون اینو سجده میکنی، چون اینو تعظیم میکنی؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بابا گفت خدا منو پیغمبر کرده است، خدا منو به خودش شناسا گردانیده است، به من علم نبوت و کتاب داده است. علم را خدا به من داده است که تو از وی خبر نداری. بیا از من پیروی کن، براه و رویش من رو، لا اله الا الله گو. من تو را براه نجات، براه سعادت، براهی که به جنت به خدا میرساند تو را راهنمایی میکنم. فاتبعنی، از من پیروی کن. اهدیک صراطا سویا، راه نجات من به تو نشان بدهم، راه سعادت و خوشبختی را من به تو نشان بدهم. براه من رو، از گفته من عمل کن. مفسرین کرام همین آیه کلمه را استدلال کرده میگویند فرزند وقتی که پدرش اگر راهی بد درود، وقتی که پدر گمراه باشد و فاسق باشد، میتواند پدر نصیحت کند، میتواند پدر امر معروف کند، میتواند پدر با واسطه زبان شیرین و ملایم حقیقت اسلام، حقیقت احکام خدا را بیان کند. شاید که او از اما راه ضلالت خود گردد. بنابر کدام وقت از من یک جوان با آب دیده سوال کرده بود که
داملای عزیز پدری من بسیار عرقنوش است. من شرم دارم از رفتار پدرم. آیا من ممکن است که من او را نصیحت کنم؟ من او را فهمانم؟ از من پرسیده بود، همونجا من گفته بودم که ممکن است، اسلام به تو این حق داده است، یعنی با زبان ملایم، با زبان فارم آیسته آیسته نصیحت کن، او را ضرر عرق فهمان، گناه بودنش فهمان، انشاءالله شاید با نصیحت تو او اصلاح شود. ماننده که حضرت ابراهیم پدرش نصیحت کرد. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا تو از شیطان پیروی نکن. این بت پرستی کردن، این فرمان نمرود اطاعت کرده، او رو سجده کردن، این وسوسه شیطانی است. شیطان بدبخت است که نمرود شما را به این راه تیله کردی ایستاده است. گپ او رو نگیر، اطاعت از شیطان نکن، زیرا که شیطان دشمن خداست. شیطان مخلوق است که پروردگار خدا اول شد و نافرمانی کرد، بنابر تو از قفای او نرو. ابراهیم یا ابت انی اخاف ان یمسک یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. بابا گفت من میترسم اگر تو این بت پرستی خود ادامه دهی، اگر تو این راه ضلالت خود در رفتن گیری و باز نیستی، من میترسم که پروردگار مهربان تو را عذاب سخت ده گرفتار میکند. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. تو در دوزخ همراه شیطان یک جای عذاب میشوی. من بسیار از حال تو میترسم. بابا گفت از این راه باز ایست، تو خود رفیق شیطان نکن، عذاب خدا سخت است، تو را میسوزاند. قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرنی ملیا. اما این نمرود، این آزری بدبخت، این بابای بی نصیبه، این پدری شقی، بجای آنکه نصیحت فرزندی بزرگ خدا، نصیحت فرزندی پیغمبر خدا قبول کند، با غضب با نفرت به سوی ابراهیم نگاه کرد. گفت اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم گفت تو مگر از راه من، از راه باب و اجداد من، از راهی که گذشتگان من انتخاب کردن تا امروز آمدن روی میگردانی؟ از این خداهای من و باباهای من پرستش میکردن تو بیزاری میکنی؟ لئن لم تنتهی، اگر از این کار باز نیستی، از این دشنام دادن و عیب جویی کردن خداهای من باز نیستی، من تو را حتما سنگسار میکنم. من تو را فرمان میتیم، دست و پات میبندن، سنگ شپود میکنن، در بین مردم تو را بدنام میکنم، تهمت ها میکنم، در بین آدم ها شرمندت میکنم. لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. تو از من دور شو، دیگر من هرگز تو را نبینم، دیگر هرگز من بچه ندارم. بدبختی به نصیبه. بنابر روز قیامت حدیث امام بخاری است،
حضرت ابراهیم علیه السلام در عرصات قیامت می روند که از پیش باباشان ابراهیم می آید، روحاش سیاه شدگی، خاکستر در روش شدگی، یک حالی خیلی دهشتناک پر عذاب. ابراهیم می بیند میگوید یا بنی الیوم لا اعصیک، ابراهیم جان من امروز من خلاص کن، من دیگر نافرمانی تو نمی کنم، هرچی گویی من اطاعت میکنم. اما روز دیر شده بود. با وجود این ابراهیم خلیل خدا و پدر بود، به حال او دلش سوخت، به پروردگارش متوجه شد. خدایا خود وعده کردی که لا تخزینی یوم یبعثون، من در روز قیامت شرمنده نمی کنی. خدایا از این شرمندگی هم باز می شود که پدری من با این حال. حدیث بخاری است. پروردگار گفت که ابراهیم عقیب تو نگاه کن. ابراهیم گشت به سوی عقیب، دید که پدرش به صورت یک حیوانی سربریده خونالود افلاس جنبیده ایستاده است. از دیدن منظری پدرش نفرتش آمد. ملائکه های عذاب امر کرد گرفتن به دوزخ هواش دادن. باید بابا ابراهیم در زندگی ابراهیم اطاعت میکرد، باید در زندگی نصیحت ابراهیم قبول میکرد. امروز باید هر یک پدر یا مادر وقتی که میبیند فرزندش صالح است، فرزندش نمازخوان است، فرزندش اهل علم است، باید فرزندش اطاعت کند، باید نصیحت فرزندش گوش کند. باید درسی حیات ابراهیم برای او عبرت باشد. حیات پدر ابراهیم برای پدر و مادرای عرقنوش و فاسق باید عبرت باشد. اما افسوس، بجای آنکه برای فرزندش رود صاحب سعادت شود، آذر قبول نکرد. چی گفت؟ من تو را سنگسار میکنم، من تو را در بین خلق شرمنده میکنم، بدنام میکنم. چگونه که عادتا دشمنان اسلام وقتی که عیب نیابند در حق بندگان نیک خدا، بسانه هر گونه تهمت در حقش پهن میکنن آوازها. این در هر عصر و زمان هست تا قیامت. در سرگذشت حضرت حسن البنا خوانده بودم، پادشاه حکومتدارای مصر برای بدنام کردن حسن البنا در حالت عریان صورت یک زن فاحشه را در خبتش یک جایی کرده گزیته ها چاپ کننده بودند تا مردم داند که حسن البنا زنک باز است. نعوذ بالله. حضرت ابراهیم با وجود درست معاملگی پدرش، با وجود بیرحمی پدرش، حضرت در جواب پدر سخن سخت نگفتند، درشتی نکردند، بلکه چی گفتند؟ سلام علیک. قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. حضرت ابراهیم گفتم بابا، با وجود بیرحمیت، با وجود بی‌سعادتیت، من به تو جواب درست نمیگردانم. سلام علیک، تو از جانب من ایمنی. بابا گو من تو زیان نمیرسانم، من تو رو درست نمیگویم، من نسبت به تو بیادابی نمی کنم. با وجودی بدبختیت،
من از پروردگار خود برای تو تا هستم آمرزش گناه طلب میکنم. زیرا که خدای من مهربان است، شاید تو رو در لحظه آخرم باشد به ایمان مشرف کند و گناه تو گذرد. ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. زیرا که خدای است که عالم است، مهربان است، او دعای من اجابت میکنه. من از این بت‌های شما، از شما بار این پدر و مادر و برادر و بیزار هستم. حضرت ابراهیم من از شما جدا شده اکنون میروم. خلاصی کلام، باباش ایمان نآورد. حضرت ابراهیم علیه السلام سرزنش بت‌های خدا، بت‌هایی که باباش میتراشید، ادامه دادن گرفت. ندای لا اله الا الله وحده لا شریک را بلند کردن گرفت. روزی توی نمرودی ها نزدیک شدن گرفت. اونها هر سال یک روزی توی داشتند، مانند توی نوروز یا تویی که حکومتدارای امروز دارن کرنوال، همه با کوچه می برآمد. حضرت ابراهیم خواستن که با راه فریب به همان تویگاه خود، به همان عیدگاه خود برند و از دیدن منظره زیبای کرنوال که لوچ عریان و هر خونه که میگردند ببیند شاید به همونها فریفته شود و از این راه انتخاب کردهش بازگردد. ابراهیم به کرنوال دعوت کردند. انشاءالله ادامه صحبت در جمعه آینده کوتاه‌تر کرده بیان میکنم. در که الان ساعت از یک گذشت، وقتی شما عزیزان گرفتم. حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا میگذاریم و میگذاریم که قوم بابل هم اهالی مملکت برای تشکیل کردن کرنوال تیاری دید ایستادیان. 36,000 دلار، 36 میلیون دلار صرف کرد ایستادیان کرنوال میکنیم. ابراهیم با فریب با آن جامعه بریم و با آن مغرور میکنیم، شاید از این راه توحید باز ایستاد. اما میبینیم که ابراهیم با آن عیدگاه میرود، ابراهیم در کرنوال اشتراک میکند یا نه. انشاءالله جمعه آینده مختصر با شما بیان میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کنیم پروردگار به حرمت این لحظه های اجابت دعا دین مقدس اسلام را در روی زمین غالب گرداند و بندگان موحد در هر عصر و زمان پروردگار را در راه دعوتشان استوار گرداند و از شر ظالما و نمرودیا پروردگار موحدا را نگاه دارد. پروردگار بیمارا را شفای کامل عطا فرما، خصوصا بیمارای این عاشقان مدرسه محمدی را، و به فرزندان اینها را فرزند صالح نصیب و روزی گردان، و مسافرای اینها را در کجایی که نباشند خداوندا در پناه اسمتون نگه دار، و از قطار اینها فرزندای ما را که در مسافرت هستند خدایا نگهشان دار، و علم با عمل نصیبشان گردان، و حفظ کامل و پیشوای با تقوا و داعی به سوی خود خدایا اونها را به وایو کمال رسان و سلامت نگه دار. پروردگارا برادرای عزیز ما که در مسافرت ها در شهرهای روسیه هستند و از ما این التماس دعا کردیم، خدایا اونها را هم نگه دار، خدایا اونها را سلامت دار، خدایا اونها را بعد از انجام کار و سفر با دست پر به نزد خاندانشان بازگردان. پروردگارا این جوانایی که به خاطر شنیدن کلام تو و به خاطر ادای نماز جمعه از بحر کار و تجارت و دهقانی خود گذشته به مسجد آمدیم، خدایا در کسب و کار اینها برکت عطا فرما، خدایا تجارت هاشان با برکت گردان، خدایا زمین هاشان سر حاصل گردان، خدایا این جمهوری ما را از شر فتنه اختلاف ها نگه دار، خدایا صلح و آرامی را در جمهوری ما همیشگی گردان. پروردگار زمین های ما را سر حاصل گردان و برکات پروردگار در این جمهوری ما نازل گردان. آمین یا رب العالمین.